خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو قراره بریم از انجمن دندان پزشکان وسیله بگیریم و ببینیم چند میلیون خرج این ترممون میشه. با من همراه باشین که تک به تک قیمت ها رو بهتون میگم. خب بچه اومدم خریدامو نشونتون بدم. همه اینایی که من خریدم برای فقط یک ترممونه و اینکه این کوچولوها که میبینین بهشون میگن فرز. مدلای مختلف داره و همونیه که برای تراش دندون ازش استفاده میکنیم. حالا دونه دونه میگم هر کدوم قیمتش چند بود و آخرش هم مثلا ما چقدر برای همش دادیم. اینم فاکتورشه که حالا قیمت ها رو از روی این دونه دونه بهتون میگم. اینی که میبینین بهش میگن وارنیش فلوراید که باهاش دندونا رو فلوراید تراپی میکنن واسه جلوگیری از پوسیدگی و اینا. خیلی چیزا به درد بخوری. قیمتش هم خوب بود. دونه ای 17,500. تازه این خارجیش بود، مثلا ایرانیش دونه ای 6 تومن 7 تومن بود. این فکر کنم ارزون ترین چیزی بود که من خریدم. اینا برای کامپوزیت کردن دندون و توی مراحل در واقع کامپوزیت، تو مراحل پالیش کامپوزیت استفاده میشه که اینا رو من دونه ای 15 تومن خریدم، یعنی دوتا شد 30,000 تومن. این دوتا که میبینین تقریبا یه مارکن و مارکشون با بقیه فرق داره. اینا برای تراش دندون استفاده میشه. فرز دو مدل مختلفه یا حالا میتونین ببینین دقیق ترشم. اینا رو هر بسته رو 140,000 تومن گرفتم، یعنی دوتا بسته با هم دیگه شد 280,000 تومن. این دوتا بسته هم که میبینین حالا شبیه هم دیگه و مال یه شرکت هم، ما شرکت سانی بودن. بعد میبینین تو هر کدوم 5 تا دونه از این فرزا بیشتر نیست و هر بسته رو ما 125,000 تومن خریدیم، یعنی جفتش با هم دیگه میشه 250,000 تومن. خب میرسیم به اصلی ترین و در واقع گرون ترین بسته ها. این کوچولوهای سفید که میبینین تعدادی که ما ازش خریدیم هم نسبت به بقیه بیشتره، چون تقریبا جزو مارک های معروف ایرانیه که مارک تیسکاوانه. اینو ما کلن این بسته هاش 4 تاییه، برخلاف اون یکی ها که 5 تایی بود. جفت اون شرکت های قبلی 5 تایی بود، مثل این و این. ولی اینا که مال برند تیسکاوانه، اینجاش هم نوشته اینا با این که 4 تایین ولی قیمت هاشون بالاتر از اون قبلی ها هستش که حالا من بهتون میگم دیگه الان قیمت ها چجوریه. قیمت های این تیسکاوانی ها بسته های 4 تاییش اکثرا یعنی یه چیزی هلوهوش 160,000 تومن بود. مثلا اونو یادتون باشه گفتم 5 تاییش رو 125 گرفتیم، ولی این 4 تاییش 158 تومن بود که خب ما 11 بسته مدلای مختلف گرفتیم که حالا من دونه دونه الان میارم بالا مدلای مختلفش رو ببینید. این الان این شکلیه، بعد این شکلیه، میبینین تیز و بلنده به نسبت. این شکلیه. بعضی هاشون هم که خب استفاده بیشتری داشتن ازشون تعداد بیشتری گرفتیم، یعنی فقط یه بسته نگرفتیم. بعد رنگای دورشون هم حتی فرق میکنه. نگاه کنیم مثلا دور این سبز، دور این زرد، هر کدوم برای یه کار خاصی استفاده میشه و خب مثلا 158 تومن هم واسه هر بستش ما دادیم دیگه. خب این بود خریدای ما که در مجموع 14 قلم خرید شد و قیمت کلی که ما بابتش پرداخت کردیم 2,490,000 تومنه، یعنی در واقع 2,500,000 دیگه واسه وسایلی که برای یک ترممون احتیاج بود. ولی خب این وسایل در واقع برای 5 نفره. همیشه هم گفتم یه چیزی هلوهوش 500 الی 700 تومن شما هر ترم تو رشته دندان پزشکی باید خرج وسایل بکنین دیگه، چون یه سری چیزا رو مثل این وسایل رو دانشگاه نمیده و خودتون باید تهیه بکنین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خدافظ.